من دلمро خالی کردم نوبت شما. اگر درخواست‌ها، پیشنهادها، تکلیف‌ها باشد مرحمت. امروز از گوشه کنار گوناگون مملکت صدها کیلومتر، هزارها کیلومتر راه پیموده آمدیم. میخوایم فکر و درخواست اساساً من بیان کردم. میدونید سیاست دولت، رهبری دولت مخصوصاً در برای همکاری در حق جوانان، هر چی که من نسبت به شما میگم نسبت به ملت صمیمی هستم، از قلبی وی است. سیاستی مرا میدونید تا وقتی که هستم برای ملت، برای وطن خود صادقانه خدمت میکنم. شما را تربیت میکنم. هر وقتی با شما ما میخورم چند سال جوان میشم و الهام میگیرم. شما را میبینم کلان سالی خدمت فکر نمیکنم. میگم چون برابر شما این چی؟ من این قدر ساعت گپ زدم که هم فراموش نیستم. خوب است. شکر میکنم که به این روزا رسیدیم. بسیار روزای سخت سنگین بودن. شکر میگیم. بازم زحمت کشیده. بعضا مشکل‌های کسی خودمون برطرفه. هیچ کس برای ما شما وطن ما را آباد نمیکنه. خودمون میکنه. خودمون. مرحمت. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب کشور، من فخرالدین زاده فردوس، معاون رئیس فیلیال اتفاق جوانان تاجیکستان در ولایت سوغد می باشم. جوانی هستم که برمحل از نوازش پدر محروم گردیده، از غمخواری و مهربانی رهبریت دولت و حکومت برخوردار گردیدم. شما پیشوای معظم ملت را پدر معنوی خود می دانم و در کار و زندگی هم ایدئال واقعی هم می باشید. طی زیاده از 7 سال فعالیت در ساختارهای جمعیتی و دولتی کار با جوانان و خدمت در صف قواهای مسلح کشور که برای من امکان زیادی آشنایی پیدا کردن با کارنمایی‌های شما پیشوای ملت بود، تصمیم گرفتم در تطبیق سیاست سازنده شما نقشی بارز داشته باشم. پیشوای معظم ملت، ما جوانان به خوبی درک می نماییم که دولت سازی و دولتداری کاری سهل و آسان نیست. آن روندی مرکب است که پیش از همه حافظه تاریخی دولتداری، مقصد و منفعت‌های ملی، درک ماهیت استقلال و آزادی، خودشناسی و خودآگاهی را در شرایط مرکب وضع جهان معاصر تقاضا می‌کند. محض همین عامل‌ها بود که شما در اجلاس 16 برای ملت تاجیک تاریخی و تقدیرساز همچون نجات بخش ملت و آزادی و استقلالیت آن به صحنه سیاست برآمدید. محض شما پیشوای ملت به احیای دوباره دولت و ملت، اتحاد همبستگی خلق و پایدار ماندن استقلالیت آزادی توسط تامین صلح و ثبات جامعه باعث گردیدید. از این رو خدمت و تشبس‌هایتان عامل افتخار و شایسته پیروی ما نسل جوان امروز می باشد. تاجیکستان عزیز ما تحت سروری خردمندانه شما در مرحله نچندان زیادی تاریخی رشد کرد و دستاوردهای نظررس نائل گردید. به قول ما خلق تاجیکستان تحت سروری خردمندانه شما پیشوای معظم ملت در 30 سال صاحب استقلالی راهی 100 ساله را طی نمودیم. ما جوانان در تحلیل و مقایسه با کشورهای دیگر جهان و زمان گذشته خودمان این را به خوبی درک می نماییم. ما نسل جوان امروزه به خوبی درک می کنیم که صلح و ثبات
بهترین نعمت‌های بشری و اساس پیشرفت و ترقیات جامعه میباشد. وضع زود تغییر یابنده جهان معاصر اهمیت حفظ استقلال، وحدت و متحدی جامعه را بیشتر عیان نموده تقاضا میکند که بیش از پیش از جهت سیاسی و حقوقی آگاه باشیم، نیک را از بد فرق کرده توانیم. ما در شرایط به سر میبریم که امنیت و ثبات سیاسی کشورهای جهان به طور همیشگی مواجه خطرهای گوناگونند. در همه دور و زمان همه گونه گروه و حرکت‌ها به نیروی جوانان تکیه می‌کنند و از آن به طور ماهرانه بر منفعت خویش سوء استفاده می‌کنند. چون این وضعیت تقاضا می‌نماید که ساختارهای دولتی کار با جوانان، علل خصوص اتفاق جوانان تاجیکستان با اصول نو و موافق به هدف‌های امروزه دولتداری ملیمان راه اندازی نماییم. ما جوانان همیشه به ارزش‌های ملی و دولتداری، سیاست پیشگرفته شما، پیشوای معظم ملت را صادقانه اجرا نموده بهر حفظ مرز و بوم کشور دائما آماده ایم. جسارت و مردانگی های شما جناب عالی برای ما مکتبی بزرگ بوده، برایمان روح و جان و جسارت و متانت می بخشد. محترم جناب عالی، مطمئن باشید که ما جوانان رسالت وطنسازی و وطنداری را با درک عمیق مسئولیت در نزد نسل‌های گذشته، امروزه و آینده و مهمتر از همه در پیروی از شما پیشوای معظم ملت به طور واقعی بجا خواهیم آورد. این همه جانبازی و تلاش و سازندگی هایی که شما بهر آینده درخشان ما جوانان به انجام رسانیدید و عملی نموده ایستاده اید، ما هیچگاه فراموش نمی کنیم. راهی که شما برای مردم تاجیک انتخاب نموده اید راه است بر حق، راه درست، راه می باشد که ما را به سوی سعادت کامل ملی می برد. با کمال سعادت اظهار می دارم که تمام مردم تاجیک با حضور شما پیشوای ملت خویش افتخار دارد و باوری کامل داریم که برنامه و هدایت های آینده سازتان تاجیکستان عزیز ما را چون امروز فردا و فرداهای دیگر به کشوری بزرگ جهانی تبدیل می دهد. از توجهتان سپاسگزارم. چند فرزند داری؟ اولیادار هستی؟ محترم جناب عالی، ما در سال اویله‌ای که از جانب شما اعلان گردید اولیادار شدیم. در عرفه 25 سالگی تجلیل استقلالیت دولتی صاحب دخترچه شدیم که خوشبختانه از دست مبارک شما شهادتنامه تولد دخترچه من گرفته بود و سال 2020 صاحب باید یک پسر گردیدم. محترم جناب عالی، فرزنده رو خانواده کن، تربیت کردن کن و تربیت جدی مشغول. بر پیشوای ملتم صدها سلام و بس درود، بر همدیاری محترم صدها سلام و بس درود، بر اهل این زیبا وطن، بر پیر و بر مرد و زن، بر دلشناسان از دلم صدها پیام و بس درود. با عرض احترام و صمیمیتی کل سلام عرض می کنیم خدمت سمعی مبارکی شما صدر معظم کشور، جوانان سعادتمند دیار، حاضرین ارجمند. نصرالدین زاده رعنا هستم، خواننده. میداریم، میشناسیم، دوستت میداریم. تا شما گپ زدیم ما حلاوت بریم. سلامت باشید با کمال می. محترم جناب عالی، طول 30 سال است که نخل امید و باوری هر یک تاجیک و تاجیکستانی به آینده از امروز هم خوبتر و بهتری تاجیکستانی عزیز در ضمیر نسل آینده ساز کشور رشد و تکامل می‌یابد. ثمره این همه پیشرفت و نصرتمندی را
ما در سیمای غالبان آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است، ایجادکاران و عالمان واقعا جوان و صاحب استعداد می توانیم ببینیم. پدیده دیگری خوشایند آن است که امروز نسل جوان کشور به جایزه بلند امید و باور شما پیشوای معظم ملت نائل گشتند. محض همین اعتقادی عمیق شما بود که به ما اشتراکداران و جایزه‌داران آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است توانایی و اراده می بخشید. محترم جناب عالی، امروز نسل جوان کشور سپاسگزار و منتپذیر شما هستند، چون تشبث و تحولات هایی که طول چند سال اخیر در سیمای آزمون های جمهوریوی روی صحنه تمدن تاجیک پدید آمدند توانستند برخی از استعدادهای نادر را به عالم ادب و علم عالم شمال ملت تاجیک هدیه نمایند و امید بر آن است که در آینده انعام خواهند کرد. محترم جناب عالی، آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است فصل گلریز معنویات هر یک انسانی معرفت پرور و کتاب دوست است. این سبقت واقعا سالم و بزرگ امتحان صرف ملی است که 3 سال می شود در فصل زمستان به دوشنبه شهر گلبدامان ما و شما پایتخت عزیز و مسعودمان بهار کتاب را می بیارد. امروزها میهن گلبدامان، میلادگاه سعید و مسعودی همه ما و شما تاجیکستان همیشه بهار در منبرهای عمومی جهانی نصرتمند و ظفریاب است. تمنا میکنیم که با خدمت‌های ارزنده وارثان بزرگ و واقعا هم ارزنده عالم علم و ادبیات عالم شمول ملت بزرگ تاجیک همین نصرتمندی، سعادتمندی و تجمل به اندازه بزرگ در ردیف استقلالیت، وحدت، آرامی و یکدلی و یگانگی در تاجیکستان عزیز جاویدانه و پاینده خواهد ماند. مرهمی ما، محرمی ما، سبزباغ خرمی ما، واحد در عالمی ما، کوثری ما، زمزمی ما تاجیکستان. شهرهایت ایرسیما، روستاهایت قدمجا، روستگاهی شمس و مولا، ای تفرجگاه دلها تاجیکستان. ای نگین حلقه دل، میدهی تابش ز داخل، جسم ما بر توست شامل، روح ما با توست کامل تاجیکستان. گوهری یکدانه ای ما، کشوری جانانه ای ما، شکری گوهردانه ای ما، شکری شکرخانه ای ما تاجیکستان. با دبیران در کشایی، با سفیران همصفایی، ملک خاص الخاص مایی، شاهکاری خدایی تاجیکستان. از توجهتان منت پذیرم. ایجادیات خودت بود؟ این شعر خودت ایجاد کردی؟ محترم جناب عالی، من یک عادت عجیبی دارم که در هر کجا بروم اولین سخنی که به زبانم می بیاید شعرهای استاد عزیزم شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه هستند. همین شعر هم از استاد است. میگم دختر جان رانو بله جناب عالی. یگان اولادی داری رو دقیقتی نه؟ محترم جناب عالی، ما همه باید اولادی داشته باشیم به استاد رودکی، نابسته از آن که ما از همان مرز مقدس شهر پنجکی قریب 300,000 اهالی داره، همه خیلی نیست. خب حاضر امسال ختم کردی مکتب؟ بله جناب عالی. کجا را انتخاب کردی؟ کدام اختصاص؟ جناب عالی، با هدایت و دستورهای شما راه پیش گرفتم سوی دانشگاه ملی فاکولته فیلولوژی تاجیک. بسیار ناز. وزیر معارف، رهبر دستگاه، رئیس کمیته زنها، رئیس کمیته جوانان، در بیشتر چهاربینی و محفل‌های استفاده کنید. ما مردم اینتلیگنس اهل زیاد بعضا سخن ادبی
و گفتن یاد گیریم. کس گپ زنم ما گوش میدیم. یا شعر خوانند ما گوش میدیم. استفاده کنید چون بسیار است. من گفتم که غالبان عضوان حتما در همه کارهای جمعیتی جمهوری استفاده برید و تحت نظارت گیرید، کار برید، تربیت کنید، کمک کنید. آینده در کار میشه. چند قدر در آزمون چند قدر چیزا از خود کردی؟ همجا بلند گوشنوان. چند قدر شعر از یاد کردی؟ چقدر بلند؟ محترم جناب عالی، از بس که سیستم کاربری که ما مطابق آن در آزمون شرکت میکردیم، از ما دانشی نسبتا مکمل را در همه بخش‌های آزمون طلب میکرد. در بخشی که من سراول در آن اشتراک کردم، نومیناسیون ادبیات جهان 350 اثری مکمل. در عموم از پنج نومیناسیون آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی 800 اثری بدیعی، 10,500 بیت شعر. آسان. پدر و مادرت هم آسان برای تربیت چونی فرزند. آسان. جناب عالی، تمام هستی ما برای والدان است. تمام اون خدمت می‌کنیم. سلامت باشید، موفقیت. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من جمالزاده بهروز سعدانخوجا، نامزد علم‌های تکنیکی، آموزگار دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی. واقعا شما پیشوای معظم ملت در برابر بنیاد کاخ بزرگ صلح و وحدت در تاجیکستان عزیز ما قصر شکوهمند استقلالیت اقتصادی را نیز توسط تدبیرهای نجیب خویش از جمله اعلان هدف چهارم مملکت به صنعت کنانی با سرعت کشور تحکیم بخشیده که برای هزار ساله ها به مملکت ما خدمت خواهد کرد. ما همگان شاهد هستیم که با شرافت سیاست خردمندانه شما در سمت تبدیل دادن کشور از مملکت اگراری به کشور صنعتی اگراری مناسبت جامعه به ساحت تغییر یافته، توجه به مسئله صنعت کنانی مملکت به طور واقعی مرحله نوی ترقیات را در خواجگی خلق مملکت آغاز بخشید. ثمرناک عملی گردیدن برنامه‌های به این سم روان گردیده سیاست خردمندانه شما جناب عالی در ساحه معارف و علم ما جوانان را به آن هدایت می نماید که سهمگذار در ترقیات اقتصادی باشیم. بیا من رنگ هم دخترک هم خیلی آزاد گپ زنیم. چیکار کنیم که شماره اختراعکاران بیشتر باشه؟ اکنون جناب عالی تا امروز یعنی چه هدف‌های اساسی که پیش معین شده است برای یعنی سوادناک نمودن جامعه ما را ضرور است که یعنی با علم آموزی چیکار کنیم؟ ولی گوش کنید. من دایر باید بسیار جوانان در شاید باید باشد. من با حکومت دیگر سپارش دادم در وقت ملاقات علیزیا بود. ما چیکار کنیم که بیشتر توجه جوانای ما به آموزش فنهای دقیق روانه کرده باشد؟ چیکار کنیم باز؟ این یک آزمون میگه که عالما خود آموزگارا را ما معین کردیم. خب تلویزیون علایده تاسیس دادیم. خب آزمون برای مخصوص این فنا برای جوانان وای کرد. لیکن باز چی کنیم که توجه و ذوق اونها را بیشتر کنیم؟ چون که خودش این فنا کمتر مرکبتر است. من میره با چیکار کنیم؟ برای کسبیت بهتر کردن آموزگاران فنهای دقیق در دانشگاه و دانشکدهایی که چیزهای آموزگاری تیار میکنند ما چاره‌جویی کرده ایستادیم. هوسمند کردن اونا رو دیده ایستاد. لیکن چیکار کنیم که بچه ها باشه هستند. باز یک مکتبی نزد اکادمی علوم ملی جمهوری ده ما ساختمانش شروع کردیم. آموزگارا هستن همینجا نیستن. آموزگارای فنای دقیق نیستش کس. معلمه نزد میکروفون بیا. نه ترس. شما رو گفتید بله. شما معلمای فنای دقیق هستین؟
ها خیمیا بیا نزدیک میکروفون بیا. السلام علیکم. محترم اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. من موسی جانزاده جمیله منصور، آموزگار فنی شیمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، همزمان معاون رکتور اویل به کارهای تربیوی. چیکار کنیم ذوقی همین جوانان رو به چیکار کنیم باز ما نمبر دولت حکومت و کدام راه میتوانیم که ذوقی جوانان رو بیشتر کنیم که کنیم با فنهای دقیق. به فکر من کارهای بیرون از صنفی زیادتر کردن در کار، اکسکورسیا ها به همون زواد و فابریکه ها تشکیل کردن در کار که دانشجویان و خوانندگان فعالیت آنها را با چشم خود بینند، ذوقمند شوند. خب باشه. شرایط لابراتوری در مکتب ها، در مؤسسه های تحصیلی. شرایط زندگی چی؟ خورد و خوراک یا تاثیر نمیکند؟ بله تاثیر میکند. پیش از همه شرایط زندگی باید خوب باشه. بله بله. یک رئیس شهر دوشنبه در دوشنبه یک کارخانه نساجی بنیاد کردن برای 500 نفر. 6 ماه کار وای کردن نتوانستن. برای چی؟ دخترای تاجیک پایتخت زنها نمیروند. میروند یک هفته دست میخونه برای تیار شدن چون که نساجی کمتر چیزهای یادگیری کنه دیگر اکنون کمتر معینه را وای کردن در کار کو نه وای نکردن. خیلی من حاضر آیسته آیسته بعد با تکنولوژی هم دیگر شده وای 400 نفر کار کرده ساده است. جناب عالی، من دایر به اساسهای فیزیکی خیمیایی و تکنولوژی استفاده بری انتراتسیت معدنی نظرایلاق برای استحصال بلوک‌های کاتودی الکترولیزورهای آلیومینی در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره گذشت صنعت جمهوری تاجیکستان با اشیاءهای خام وطنی کار علمی به انجام رساندم. نتیجه مثبت سنجش‌های آزمایشی استحصال بلوک‌های کاتودی نشان دادند که آنها را همچون اساس برای دسترس و جاری نمودن در استحصالات داخلی بر عوض بلوک‌های وارداتی میتوان استفاده کرد. نتیجه کار علمی در جمعیت سهامی کشاده شرکت آلیومینی تاجیک تطبیق می‌گردد. جناب عالی، در پرتو راهنمایی‌های دورنگرانه شما ما غیرتمندانه مهنت نموده اندیشه‌های سازنده شما را با مقصد فردای پر از موفقیت‌ها تطبیق می‌نماییم. در این راستا می‌خواستم از توجه روزافزون و غمخوری‌های فراگیر شما جناب عالی برای آینده نیک کشور اظهار سپاس نموده شما را باور می‌کنم که همچون شخصی توسط دستگیری پیشوای تاجیکان جهان صاحب درجه علم گردیدم. امروز و در آینده نیز برای این سرزمین مقدس که نامش تاجیکستان است از صدق دل خدمت نموده برای در عمل تطبیق نمودن غایه‌های بزرگ شما پیشوای معظم ملت تمام کوشش و غیرت خویش را روانه نمایم. از توجهتان سپاسگزارم جناب. سلامت باشید. اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان. من خوشقدم خسرو، چمپیون جهان آید به نمود گشتین سامبو، استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان می باشم. با استفاده از فرصت مناسب از نام تمام ورزشگران سربلند دوران صاحب استقلال برای غمخوری‌های پیوسته و توجه دائمی شما اظهار سپاس می‌نمایم. محترم جناب عالی، من بعضی فکرهایم را روی کاغذ آورده با اجازت شما می‌خواهم بخوانم. محترم پیشوای ملت، ما ورزشگران کشور از جمله جوانان میباشیم که در قلبمان مهر و محبت با زیباترین شغل انسانی یعنی طرز حیات سالم نهان است. دستاورد و پیشروی‌هایی که در ساحه ورزش داریم از دستگیری‌های پیوسته شما استقلالیت دولتی، صلح و ثبات و آرامی کشورمان نصیب ما گردیده است. محض غمخوری‌های ورزش پرورانه شما پیشوای معظم ملت
боиси устувории базаи моддии техникӣ барои оммавигардонии варзиш ва омода намудани варзишгарони касбии сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ гардид. таъини ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ва таъсиси шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол яке аз иқдомҳои наҷиб барои дастгирӣ ва ҳавасмандонии варзишгарон мебошад. дастгирӣ ва ғамхориҳои шумо пешвои миллат нисбати мо варзишгарон бениҳоят бузург аст ва ин моро на танҳо барои саҳм гузоштан дар рушди соҳаи варзиши кишвар ҳидоят менамояд, балки масъулияти бузург сазовор муаррифӣ кардани миллатро низ бар зиммаи мо вомегузорад. варзиш дар рушду нумӯи ҳар давлат муҳим буда, фаъолият дар ин соҳа далерию мардонагӣ, ҳушёрию зиракӣ, покию озодагӣ ва садоқатмандӣ ба миллату ватанро тақозо мекунад. он беҳтарин василаи муаррифии миллату давлат ба шумор рафта, мо варзишгарон бо дарки масъулият барои боз ҳам баланд гардонидани парчами давлатӣ ва садо додани суруди миллӣ дар арсаи байналмилалӣ кӯшиш менамоем. дар чунин лаҳзаҳо мо ифтихор менамоем, ки фарзанди ҳамин миллату давлат ҳастем. чунин сарвари хиратманд ва пешвои муаззами миллат дорем, ки намунаи ибрат барои ҳамагон мебошад. ҷаноби олӣ, ҷаноби олӣ, мо варзишгарон қудрат, тавоноӣ ва дили пур дорем. зеро суханони шумо дар хотир дошта бошед, ки ҳар вақте вориди майдон мешавед, пушти шумо ман, сарвари давлат ва беш аз 9 миллион халқи Тоҷикистон истодааст. ҳамеша барои мо нерӯи даҳчанд ва рӯҳияи шикастнопазир мебахшад. дар навбати худ ваъда медиҳам, ки ҷавобан бо ин ғамхориҳои таваҷҷӯҳ бо рӯҳияи баланди варзишӣ ва дастовардҳои баланди варзишӣ номи Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта, парчами давлатиамонро парафшонтар месозам. тавашаккур ба ҷиҳат ба раҳмат. хуб, соли таваллуду чанд аст? 1993. замони истиқлолият. офарин. тола шароит барои машқ тармин бадан ягон мушкилӣ аст имрӯз? не ҳамаи мушкилӣ, ягон мушкилӣ надорем, фақат кӯшиш намоем, ки парчами давлатимонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем. 2 карат чемпиони ҷаҳон шудая? ҷоми ҷаҳон? 2 карат ҷоми ҷаҳон набуридам, чемпиони ҷаҳон шудам, 5 карат чемпиони Осиём. خب الکی یک چیشه مرا گو هر وقتی که با شرافت شما چمپیون شدن پرچم دولت را بالا کردن چه احساسات شما را هیجان زیر کرد؟ اشک ریخت از چشمات یا نه؟ محترم جناب عالی، همون ورزشگری که در بالای همون پدستال میبروه این را همون ورزشگر درک کرده میتونه که چقدر احساس خرسندی ما ورزشگران وقتی که پرچم دولتی و سرود ملی صدا میدهد این را فقط همون ورزشگر درک میکنه. حالا همون است هدف مقصد ورزشگر و درجه سطحی بلند برداشتن آبروی مرتبه دولت تاجیک و همچون شخص خودتان چگونه اینقدر هیجان زیر میکند، اشک روان میشود بی اختیار از خرسندی، از اونایی که نه که تاجیکای تاجیکستان، تاجیکای دنیا از این خرسند میشوند و تاجیکا بسیار هستند. یک جان تشکر باش شاگردم تیار کنید. حالا جوان هستی، تربیت کن، مکتبی خودت داشته باشی، جوانایی که میتوانند. هر کس بعد این درجه ها نمیرسد. اگر ورزشکاری بسیار وای باشد اصیل مقصد گذارد در پیش خودش، حتما با مقصدی خودش میرسد. موفقیت شما باد. تشکر زیاد. سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. من پیر محمدزاده روحانگیز، دانشجوی کورس سیومی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشم.
барои ман ҳамчун як ҷавондухтари ноҳияи дурдаст боиси ифтихору сарфарозист ки дар фазои сулҳу суботи комил ваҳдату якдилӣ ватани азизамон Тоҷикистон умр ба сар бурда пайваста аз дастгириҳои шумо пешвои муаззами миллат баҳравард мебошем. бо сипосгузорӣ зикр менамоям ки маҳз бо шарофату ҳидоятҳои падаронаи шумо зимни як суҳбати сарироҳӣ бо ҷавонон соли 2019 ҳангоми сафари кориятон дар ноҳияи Рашт дар дили ман гулхани илмомӯзиву ватандӯстиро афрӯхтед. бо ҳидоят ва дастгириҳои бевоситаи шумо муҳтарам ҷаноби олӣ пас аз хатми коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт дар асоси квотаи президентӣ ба Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил гардидам ва айни замон таҳсиламро идома дода истодаам. ба монанди ман садҳо ҷавондухтарони минтақаҳои дурдасти ватани азизамон аз ин имконият баҳравар гардиданду ифтихорманду сарфарозанд ки номи пуршарафи гирандаи квотаи президентиро соҳибанд. таҳсил намудан тариқи квотаҳои президентӣ на танҳо кӯмаки моддӣ барои мо ҷавондухтарон ба шумор меравад, балки масъулияти ҷиддие дар раванди донишомӯзии мо мебошад. маҳз заҳмату талошҳои ҳаррӯзаи шумо барои баробарҳуқуқии мардону занон мусоидат намуд. ин аст ки имрӯз ҷавондухтарон дар ҳама донишгоҳу донишкадаҳо дар дохил ва хориҷи кишвар таҳсил намуда баъд аз хатм бидуни ҳеҷ як мушкилот ба вазифаҳои баробар ба донишу малакаи худ интихоб ва ё таъин мешаванд. дар сафарҳои кории худ ба гӯшаву канори кишвар шумо пешвои миллат чеҳраҳои нав ба нави арзандаро дарёфт мекунед. мо низ мутмаинем ки духтарони соҳибҳунару соҳибназар дар маҳалҳо зиёд ҳастанд ва онҳоро дар оянда барои пешрафти хоҷагии халқи кишвар ва истеҳкоми пояҳои давлатдории миллии тоҷикон саҳми арзанда хоҳанд гузошт. воқеан ин иқтидори мо дар ин самт хело қавӣ мебошад. ҷолиб аст ки духтарони деҳот солҳои охир аз баракати баҳои бузурги шумо ба нақши зан дар ҷомеа ба корҳои сиёсӣ ва давлатӣ таваҷҷӯҳи бештар доранд. ҳамаи муваффақият дастовардоямон маҳз маҳсули сиёсати дурнигарона, маорифпарварона ва ояндасозонаи шумо пешвои миллат медонам. ва бори дигар мехоҳам сипосгузории хешро дар амри чунин тадбирҳои наҷиб нисбат ба тамоми мардуми кишвар аз ҷумла ҷавондухтарон изҳор дошта дар интиҳо ҳамчун як ҷавони хушбахш шуморо бовар мекунонам ки минбаъд низ дар партави дастуру ҳидоят ва иқдомҳои шоистаи шумо софдилона меҳнат намуда баҳри рушду нумӯ ва шукуфоии пешрафти ватани азизамон Тоҷикистони биштосо тамоми донишу таҷриба ва маҳорати худро равона месозам. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. курси чандум ҳастӣ? курси сеюм. сеюм? бале муҳтарам ҷаноб. соли 2019? бале муҳтарам ҷаноб. дар фурудгоҳ будин шумо ё ки дар шаҳрак? дар ҷомоати навобод, шаҳраки навобод бо гирандагони стипендияи президентӣ ман гирандаи стипендияи раиси кумитаи ҷавонон будам он вақт. аз ҷомоати навобод бисёр кас овардаман. кера сароянда аз ко духтарак чӣ дорад? шаҳло ҳафизова. як рӯз бинам як духтарак дар сари санг шикасту як киртаи шоҳии қадима дар баърам операторо рафтан манзараҳои дараи Камаров аз ҷамоати навобод мегзаранд дараи Камаров ба наворгирӣ. баъд кадо мегуфтанд ки ҷа духтарак бисёр суруди вай дорад, шеърҳои назм мехонад, амро ба навор намегирем. даъват кардам вай ҳам куртаи хонагӣ қадди омада сари санг дошта. аз оҳангҳои Акашари Шӯраев шеъри аввалинаш ҳам буда. телевизионда нишон доданд. баъд ман сипориш додам раиси кумитаи телевизиона ки духтарак аз дарвоз аст. чунки ман фикр кардам ки аз дарвоз аст. чунки оҳангҳои Акашари Шӯраев ва шеърам шеъри Акашари Шӯраев бисёр зебо анзома кардан, ба қадраш табиӣ буд баромадааст.
کوفته کوفتن دروازه کوفتن گفتم بیامان جناب درک کمرو دیاله نمیگه که جناب بیالی دعوت کردن بسیار خوب که ذوق و هوس جوانان به خواندن به صاحب کسب شدن علم آموختن روز به روز زیاد شده ایستاده است روز به روز در خیلی حالا که نایریش ما دانشکده عالی تاسیس دادیم انگوش شمار بودن حاضر چند الان بانوان صاحب وظیفه هستن معاون رئیس هستن دیگر است علم گیرین سواد گیرین با فرد باشین از خودتان وابستگی دارد در زندگی سراسیمه نشوید همش میشود همین صاحب معلومات کسب باشین هیچ کی نشینین پگه فرزندان خودتون تربیت میکنین هیچ اگر بگید دانشمند و عالم دیگر نباشد سواد کسب هنر یگان کس کمی نمید سلامت باشید پیشوای معظم ملت با عرض احترام و افتخار بی‌اندازه از نام خویش و تمام جوانان شرفمند کشورمان سلام سرشاری پر از مهر و محبت را به شما میرسانم. من ناصرزاده گلشن بانو سهراب دانشجوی کورس اول اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جوانان خوشبخت زمان صاحب استقلالی کشور عزیزم تاجیکستان می باشم. نشاط ما جوانان از آن است که در چنین دولت آباد و زیبا صاحب استقلال و سراپا زیبا و گلگل شکوفان عمر به سر برده ایستاده ایم. همچون فردی زاده زمان صاحب استقلالی کشور و پیرو اصیل و صادق شما پیشوای معظم ملت همه جانبه سعی و تلاش به خرج میدیم که همیشه علم و معرفت آموزم. این آرزوی من از زمان نورسی است و خرسند از آن هستم که حالا جامعه عمل پوشیده ایستاده است. به همین اساس در بسیار آزمون‌های سطح ناحیوی، شهری و جمهوریوی فعالانه شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمایان گردیدم. اما ارزشمندترین سرفرازگردانی برای من طی سالهای 2018-2020 دو مرتبه سزاوار گردیدم به عنوان با شرف گیرنده استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بود. همزمان سرفراز و افتخارمندم که مدت 2 سال اخیر راهبر محفل دایم عمل کننده استیپندیانتان جوان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را به دوش دارم. محترم پیشوای ملت، ما جوانان از آن سرفراز هستیم که محض شما وابسته به رشد ملکه ذهنی جوانان اهمیت اولین درجه داده ما را برای رسیدن به قله‌های بلند علم و معرفت راهنمایی میکنید. در این راستا یکی از نمونه‌های برجسته این گونه دستگیری‌ها تأسیس استیپندیای پرزیدنتی به حساب می‌رود. استیپندیای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکانیت فراهم می‌آورد تا ما نسل جوان مملکت در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی و وطندوستی تربیت یافته بهر صیقل دادن دانش مهارت خود سعی و تلاش نماییم. در محور سیاست شما اعتراف گردیدن جوانان همچون نیروی آینده ساز دولت و ملت قوه پیشبرنده جامعه به ما روح تازه و افتخار می‌بخشد. تمام مردم کشور به خصوص جوانان شما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت را دوست می‌دارند و در سیمایتان پیشوای حقیقی و همیشگی خود را شناختند. ما همیشه می‌کوشیم که وطن عزیزمان با هدایت‌هایتان به سوی مظفریت‌های نو به نو قدم گذارد. ما چون پیرو پیشوای ملت می‌خواهیم که همراه در کنارتان برای رسیدن به این آرمان و اندیشه‌های بزرگ به سوی آینده فیروز استوارانه قدم گذاریم. تشکر به دقتتان. از کدام ناحیه میشوی؟ از همین شهر دوشنبه از ناحیه شهر دوشنبه؟ بله. کورس یکم؟ بله. ختم کردم. کورس یکم ختم دویم؟ بله. ناز خوند. اما ناز خونی ارزوتا میرسی. انشالله.
چی که ارزو کردی؟ در پالوی ما باشه؟ بله. انشالله. نوابسته از آن که من زن هستم، من به همه اثبات میکنم به جهانیان که زن تاجیک به بسیار کارها سزاوار است. بله. من میخوام که در اختصاصی که من حاضر تحصیل دارم، مناسبت های بین المللی، میخوام که نماینده جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد باشم و من همه روزه کوشش میکنم و زبانهای خارجی را نیز از خود کرده ایستادم و میخوام که به مقصد خودم رسم و زن تاجیک بودن خود را یه اثبات بار کنم. یک جای دما شما قطعی خوردم با فکر ما؟ باری اول است. چند زبان ها میدونی؟ زبان عربی، انگلیسی و روسی را میدانم. این زمان باز به آموزش زبان آلمانی شروع کردم. میخوام این 4 زبان را در سطح عالی آموزم تا به مقصد خودم رسم. انشالله هر دخترمون ایشا گیرین. نویشته گیرین. اگر گپی پیشکی توبه اینا شاید همینجا دونی مزار جوانا سیاد سلامت باشم کار در قبولت میکنم حتما روانند میکنم خیلی یک برای نماینده نمیشه کارمند میشه بعد واسه بعد میبرم. تشکر زیاد. تشکر زیاد جناب عالی. تشکر زیاد. سلامت باشید دخترم سلامت باشید. قند تزن. بله. آره باشه. بسیاری ها با خارجیت برای زبان آموزی همه شرایط برای آموختن تمام زبان‌ها در ما هست. برای چی خراجات بیهوده میکنن میروند دیگر جا میگن ما زبان انگلیسی خوانیم زبان دیگر خوانیم. در پیش پدر و مادر در وطن خودت اگر آدمی که خواند همه شرایط ها درجه عالی مهیاست. سلامت باشید دخترم. حتما گفتم که مقصدت قد میرسی. سلامت باشید. برامت. محترم پیشوای معظم ملت، من پرویز قاسموف رهبر گروهی ولنتیاری خیریه حج میر می باشم. باعث افتخار و سرفرازی ما جوانان و تمام مردم کشور است که شما محترم پیشوای معظم ملت یکی از سمت‌های مهمی فعالیت خویش را در بلند برداشتن سطح زندگانی مردم روانه کرده اید. این است که شما را خلق دیار چون راهبر غمخوار و دلسوز یتیم پرور و مهربان میشناسد. گروه ولنتیاری خیریه حج میر محض در زمینه سیاستی دوراندیشانه و انسان دوستانه شما جناب عالی از حساب ولنتیاران و خیرخواهان با مقصد به احتیاجمندان یاری رسانیدن تشکیل کرده شده است. محترم پیشوای ملت، مردم کشور در هر قدم شاهدی دستگیری شما نسبت یتیمان و معیوبان و قشرهای دیگری آسیب پذیری جامعه می باشد که این خصلت نجیبتان شما را همچون پدر غمخوار و نزدیکترین انسان مخصوصا برای یتیمان و بیپرستاران معرفی می کند. امروز در قلمرو کشور یگان یتیم خود را بیپرستار احساس نمی کند. و مرحمت و محبت شما دلها را روشن، روح را بالیده نگه می دارد. ما از تشبس‌های یتیم پرورانه شما الهام گرفته گروه ولنتیاران خیریه حج میر را تأسیس دادیم که آن از سال 2014 این جانب با انجام دادن کارهای خیر و ثواب در بین مردم فعالیت نموده ایستاده است. عین حال در گروه زیاده از 200 ولنتیاران متحد شده در شهرهای خوجند، گلستان، بوستان، اسفره، کانیبادام، استقلال، ناحیه‌های باباجان غفورов، شهرستان و اشت فعالیت خود را با طور اختیاری بے پاداش عملی می‌نمایند. همه آنها جای کاری اساسی داشته برای مشغول شدن با خیر و احسان و قوه خود را دریغ نمی‌دارند. گروه خیریوی ما در برابر دسترس نمودن محصولات آذوقه‌واری یک قطار کارهای نجیبه را نیز به انجام رسانید که در تاریخ زندگانی بعضی نقش تقدیرساز دارد. از جمله در 2 سال آخری فعالیت ما با گروه با چند از عائله‌های کمبزاعت 3 منزل استقامتی هدیه کرده شده. مبلغ 5 عملیات گران ارزش جراحی هم در داخل و در خارج کشور و معالجه شیمیایی 81 نفر کودکان
از اویله‌های کمبزاعت که به بیماری سرطان گرفتار میباشند پرداخت گردیده برای دستگیری نسل نورس آموزش زبان انگلیسی رایگان و راه مانده شده. تشبوس گروه ما امروز نه تنها از طرف ساکنان وطن محبوب تاجیکستان بلکه از جانب هموطنان ما که در خارج دور و نزدیک استقامت می‌نمایند دستگیری می‌یابد. ما با مقامات دولتی دائم در رابطه بوده کوشش می‌نماییم که مشکلات جای داشته را با جد و جهد یکجای حل نماییم. محترم پیشوای ملت، ما از هر برآمد و معروضه و دستور پیشنهاد شما برای خود نقشه و برنامه‌های خاص را آماده می‌سازیم و آن را عملی می‌نماییم. به هر یک معنی در کنار شما، در کنار حکومت جمهوری تاجیکستان ایستاده بهر بهبودی حیات مردم کار می‌کنیم. ما در آینده نیز برای در عمل تطبیق نمودن تشبس‌های بزرگ شما محترم جناب عالی تلاش نموده کوشش می‌کنیم که هرچی بیشتر منفعت خویش را به مردم رسانیده به این واسطه در گسترش و رشد و پیشرفت کشور عزیزمان سهم خود را گذاریم. سلامت و سربلند باشید پیشوای معظم سلامت ملت. باشید، سلامت باشید. من اینجا کار کردم دویر به وضع اکولوژی شهرنا یا ریدوی و هم گذراندم که والنتیرها میتونن تشبسکار باشند. بعداً آنچه که کمک رسانیده به اویله‌های کمبزاعت و پیرانسالان، اونایی که بی‌سرابان هستند. البته ما دولت ما کاری خود ما را کرده است، ما یتیما را محتاج به هیچ کس نمیکنیم، نه به خارج نه دیگر. دولت قدرت و توانایی دارد تحت سرپرستی رهبری دولت ما تمام یتیمان کوره پره تحت غمخواری سرپرستی گرفتگی هستیم تا حیات مستقلانه میبریم. حتی اویله‌دارشان میکنیم، بعد معلومات میگیرن، کسب میگیرن، بعد گسیل میکنیم. تو همین درن میخونانیم، تربیه میگیم، نه که در مکتب میتیرن و دیگر. دیگه اصلا با اویله‌هایی که نیم یتیم، اویله کمبزاعت، اویله بس موتور بسیار در ما. سر فرزندایی هستن که اینجا در کمک رسوندن نکن. بعضا حالات حتی رفته خانه و درش هم رفتن یا خیلی پیرانسالایی است که یک کنج قوتی وای ندارد. یا کمک میشود. یا یک آب برده وای موندن. یا یکی داروی همون که برای تعابتش هست برده سری وقت رساندن. یا یکی با کسالخانه بردن آوردن. این چیزا ما باید تمام جمهوری دوای کدام مدار کنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. محترم جناب عالی پیشوای معظم ملت، من نازمبک آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 نایه اشکاشم می باشم. از برآمد امروزه شما پیشوای معظم ملت ما جوانان کشور روح الهام تازه گرفته در حاشیه دستور و هدایت‌هایتان فعالیت منبع خویش را راه اندازی می نماییم. در سیمای شما ما جوانان کشور اساسگزار دولت نوین تاجیکان حامی صلح و وحدت و نجات بخش ملت را می بینیم. در این سمت توجه شما در مورد دانش اندوزی و جلب ما جوانان به آموزش زبان‌های خارجی و تکنولوژی معاصر عین مدعا می باشد. طوری که شما پیشوای ملت بارها تاکید نموده اید فردای دولت در دست جوانان است. باوری و اعتماد بلند شما نسبت به جوانان که بارها اظهار نمودید ما را روبلند ساخته است تا همچون نیروی آینده ساز و پیروان حقیقی شما برای آینده تاجیکستان عزیز خدمت‌های ارزنده نماییم. شما پیوسته در برآمدهای خویش تاکید می نمایید که جوانان باید هم قدم زمان باشند. در پرتو دستور و هدایت‌های شما من همچون متخصص ساحه معارف از روزهای اول فعالیت کاریم طبق راهنمایی‌های شما جهت بدل و نیت پاک کار فعالیت نمودن و تعلیم و تربیت شاگردان مشغول شدم. طول 8 سال فعالیت آموزگاریم در برابر تعلیم و تربیت برای آماده نمودن شاگردان و آزمون المپیادا پیوسته سعی و تلاش ورزیدم.
شاگردانم در المپیادهای سطح جمهوری سزاوار مدال‌های طلا، نقره و برنجی گردیدند. عین زمان در برابر فعالیت آموزگاریم و کار علمی نیز مشغول می باشم. پیشوای معظم ملت باعث افتخار ما مردم سربلند تاجیک است که تحت رهبری شما جناب عالی به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آمادگی می‌بینیم. ما جوانان از ملاقات امروزه رو الهام تازه گرفته این جشن تاریخی وطن عزیزمان را با نتیجه‌های بزرگ چون ارمغان وطن دوستانه پیشواز می‌گیریم. تشکر به دقتتون جناب عالی. احسن. مکتب رقمی چند آموزگار هستی؟ محترم جناب عالی، من آموزگار مکتب میانه عمومی رقم 34 نویش کاشم هستم. بله. خب با دعوا چقدر سازیر؟ شکرت خوب است جناب عالی. خنک است؟ نه این حال خوب است. خوب است. مردم کیش کار دا مشغول شدن؟ شروع کردن. ما نایه اشکاشه میشه سفرهای خیلی زیاد داشتم. با مردم چندین نفر جوانان را اونجا از اونجا چند نفر جوان دختران خواهش خواندن کرده بودن. من با یادم خوب است. دعوت کرده آوردم. مردم خوب است. نایه اشکاشیم بسیار مردم خوب است. اصلا مویی تینجی آرامی در نایه حکم فرماست. امنیتی نایه بگیم که از سرحد یکی از بسیار مشکل وای است. تامین کرده شده است. ما نایه راشقاله و نایه اشکاشینده های روی راست من در جلسه آخران ملاقات که با مردم ولایت داشتم ابراز داشتم که ما کمتر توجه کردیم. ما میباید دایر با مشکلات و پرابلم های نایه اشکاشیم توجه زیادتر هم مبلغ زاری هم ساختمان هم بنیادکاری ها را مشکلات من میدانم پرابلم ها را من سپارش دادگی هستم دیرکسیا و دیگرها با حتما کمک میرسانیم. مردمی باننگ ناموس هستند. من هیچگاه فراموش نمیکنم پای 30 سال به نهایت صادقانه از سیاست پیشگرفته دولت و حکومت دستگیری میکنند. بسیار من هیچگاه فراموش نمیکنم. چندین وقت رفت سفرها من میمانم بودم. بعدا همون میمانخانه گرچشمه بنیاد کردم. خیلی آدم رفتن استراحت میکنند میگیرند در اونجا بسیار جای شرایطی درجه عالی مهیا کردیم. خیلی راه ها ساختیم. ورزشگاه حال ناتمام است. کامی جای در افتی ساختمان قرار دارد. میکنیم ما با پرابلم ها و مشکل ها از بین میرود. جان تشکر از نایه دوردست کوهستان دوردستترین نایه دوردستترین جمهوری میگن که سزاوار مدال طلا شده در المپیاد اشتراک کردن کاری آسان نیست. یک جان تشکر و مردم سلام گو. تشکر زیاد جناب. ما ان شاء الله میبینیم. سلامت باشید. یک جان تشکر. سلامت باشید. محترم جناب عالی، من شاه خسرو ایوب زاده راهبر محفل جوانان در خارج کشور تحصیل داشته نزد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشم. دولت و حکومت با سروری شما پیشوای معظم ملت بر رشد علم و فرهنگ و معنویات جامعه مخصوصاً به تعلیم و تربیت نسل نورس به خاطر آینده درخشان وطن عزیزمان اعتبار اولین درجه داده برای پیشرفت مکتب و معارف و تیار نمودن متخصصان صاحب دانش و ملکه بلند کسبی همه‌جانبه مساعدت می‌نمایند. در این زمینه با مقصد آماده نمودن متخصصان سطح بلند بین المللی و آموزش علم‌های معاصر از جانب شما محترم جناب عالی تأسیس استیپندیای بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان به مورد بوده. امروزها توسط این استیپندیا و دیگر سازشنامه‌های بین حکومتی خیلی که شما قید کردید محترم جناب عالی زیاده از 40,000 جوانان تاجیک در بانفوذترین دانشگاه‌های عالم تحصیل نموده ایستادند که این برای آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و تأمین رشد اقتصادیات کشور زمینه خوب فراهم می‌آورد. با مقصد متحدی جوانان تاجیک، معرفی فرهنگ تاجیکان و دستگیری جوانانی در خارج کشور تحصیل داشته از سال 2014 این جانب در نزد کمیته کار با جوانان
و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محفل جوانانی در خارج کشور تحصیل داشته تأسیس داده شده است که امروز نمایندگی آن در 17 دولت دنیا فعالیت نموده ایستاده است. برای تقویت فعالیت محفل شورای بین اداروی از حساب وزارت و اداره‌های داخلدار تأسیس داده شده است که امروزها چاره‌های عملی را راه‌اندازی نموده ایستادند و همچنین جلسه‌های کاری به طور مجازی با دانشجویان در خارج کشور تحصیل داشته همه وقت برگزار کرده می شود. خوشبختی ما جوانان تاجیک در آن است که در هر سفری رسمی شما پیشوای معظم ملت از روند تحصیل و بود و باش جوانانی در خارج کشور تحصیل داشته از نزدیک شناس شده برای بهتر نمودن شرط و شرایط زیست آنها و تعلیم و تربیت آنها چاره‌های مؤثر می‌اندیشید. محترم پیشوای ملت، من همچون یک جوان تاجیک از دهات دوردست کوهستان جمهوری میباشم که به طریق کواتا با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دانشگاه دولتی یاروسلاولی فدراسیای روسیه را در زینه بکالوریات و در زینه ماگیستراتورای اکادمی خواجگی خلق و اداره‌کنی نزد پرزیدنت فدراسیای روسیه را در شهر مسکو با دیپلم سرخ ختم کردم و توسط برنامه‌های تبادل دانشجویان کورس‌های بازآموزی را در دولت‌های اروپا و امریکا از خود نموده امروز به وطن برگشتم و به حیث خدمتچی دولتی در سمت تنظیم مناسبت‌های بین‌المللی کمیته کار با جوانان و ورزش امروز فعالیت نموده ایستادم. حسن می‌باد اونایی که از جهت خودی دوراشالدگان میروند حسابی فوندام بای میروند اونایی که ما روان میکنیم تحت نظارت قاطع و با کار تامین کردن. آن یک دو حادثه بود آمدن متخصص تکنولوژیات رفتاری در مسکو کار کردیست است حسابی وای با آبی مویش مو منصب داره الان بخیلی راتاچه کردن در کار جوانای منم خیلی جوانای بالای خود و یا نوآوری میکنن در کدام 3 سال در کدام ساختاری نباشه حتما جابجا کردن بعدی خط تحت نظارت جدی علاقه دائمی داشتن در کار که با کار تامین باشه بعدی برگشتن با که روان کردیم ما روان کردیم همون سوهایی که خودمون امکاناتی در بازه مادی تکنیکی که رو در بازه دانشگاه‌های عالی دانشگاه داریم نیست ما با همون سوها را انتخاب میکنیم درخواست وزارت اداره روان میکنیم اگر لازم باشد روان کردن در کار نیست وقتی که روان کردیم جای کارش باید معین باشه برگشت باید جای کار حتما باید و رسانه خدمت میکنند صادق میشوند اینا آفرین. محترم جناب عالی فقط همین قید کردنی بودم که جوانان تاجیک در خارج کشور همیشه در پهلوی شما متحدند. سلامت باشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان من نیازی سیراج‌الدین رجباقی در اساس دایره سیاست معارف پرورانه شما محترم جناب عالی سالهای 2015-2019 طبق استیپندیای بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درخشندگان با اسپیرانتورای دانشگاه تحقیقاتی ملی دانشکده انرژتیکی شهر مسکو داخل شده سال 2019 آن را ختم نمودم. خود همان سال رساله علمی خود را در موضوع بلند برداشتن فعالیت شبکه‌های برقی با تولید آفتابی از حساب پس کردن تلفات تکنیکی نیروی برق در مثال جمهوری تاجیکستان پیش از مهلت حمایه نموده به وطن برگشتم. عین حال در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی همچون آموزگار کار و فعالیت می‌نمایم. محض اقدام‌های نیک شما پیشوای معظم ملت در سمت دستگیری و هوسمندکنانی عالمان جوان به ما نیروی بزرگ بخشیده ما را به فتح قله‌های بلند علمی هدایت می‌نمایند. یکی از چنین اقدام‌های سازنده تأسیس جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی میباشد که آن را برای هوسمندگردانی و قدردانی عالمان جوان ساحه علم و تکنیک پیش بینی شده است. افتخارمند از آنم که سال 2020 از جانب شما محترم جناب عالی با جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی سرفراز گردیدم و آن محبت و مسئولیت مرا در راه انتخاب کردم دوچند نمود. محترم پیشوای معظم ملت
چی طوره که شما ضمن برآمد پرمحتوای خود قید نمودید، رو آوردن به علم، بخصوص علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای رشد استوار اقتصاد مملکت و تامین رقابت‌پذیری کشور در عرصه جهان قدم استوار می‌گذارد. از جانب شما محترم پیشوای ملت، با نظرداشت وضع واقعی جهان امروزه و رشد و ترقیات علم معاصر و به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش و علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس و جوان، سالهای 2020-2040 اعلان گردیدن 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و تشبس نوبتی شما آید به برگزار نمودن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برای رسیدن به مقصدهای در پیش ایستاده زمینه مساعد فراهم می‌آورند. این اقدام ما جوانان کشور را به نوآوری و اختراعکاری جلب نموده ذوق ما را برای انتخاب کسب‌های مهندسی و تکنیکی دهچند می‌نمایند. آماده شوی کادرهای تکنیکی راه رسیدن به هدف‌های ملی را برایمان کوتاه نموده کار ما را برای تبدیل یافتن به کشوری صنعتی و اگراری و رسیدن به هدف چهارم استراتژی آسان می‌گرداند. محترم جناب عالی، دستگیری غمخوارانه شما است که امروز صدها جوانان در خارج کشور چون متخصصان ساحه گوناگون خواجگی خلق آماده شده ایستادند. آموزش تجربه خارجی برای پیشبرد تمام ساحه اقتصادیات تاجیکستان عزیز فایده‌آور خواهد بود و ما این نقطه را در تمام سخنرانی‌های شما جناب عالی به طور دائمی درک می‌کنیم و اعتماد داریم که با عملی نمودن آنها باوری کاملی شما را سزاوار خواهند گردید. جواباً به این غمخوری‌های پیوسته شما محترم پیشوای جوانپرور ملت از تمام شرایط و امکانیت‌های موجوده استفاده نموده به سوی سعادتمندی، شرفمندی و موفقیت‌های بی‌نظیر علمی قدم می‌گذاریم. از توجهتان سپاسگزارم. سلامت باشید، سلامت باشید. تشکر می‌کنم. یک غیرت کنید یگان تکنولوژی برای که پیش تلفاتی قوای برق گیریم، پیش دوزیدن شد، دیگر شد. این 3 میلیارد کیلووات ساعت قوای برق تلفات داریم امروز. از همه در دنیا از ما بیشتر است. فهمیدید؟ سلامت باشید. رحمت. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سروری بنیادکار و سانزاده، من گلمیرزوی فیدیبک، مهندسی شعبه تحقیقات گیولوژی نیروگاه برقی آبی روغون میباشم. وقتی روغون میگوییم در این جبهه ناموس ملت جوانان در سرگاه مرز ننگ و ناموس میستند. زیرا انشاءات نیروگاه برقی آبی روغون این میدان ننگ هر جوانی بنیادکار میباشد. جد و جهد برای رسیدن به استقلالیت کامل انرژتیکی، تلاش برای آینده باز هم درخشان جوانان است. سهمگذار بودن در این کار معنای آن را دارد که هر یک جوان برای آینده درخشان ملت تلاش و کوشش نموده ایستاده است. امروز روحیه سازنده ملت که طول قرنها انکشاف یافته و از ضمیر شما برای ما خاصه جوانان اهدا گردیده ایستاده است، هزارها نفر جوان این میهن را وادار می‌سازد که با اراده قوی در تطبیق یکی از هدفهای ملی بخصوص ساختمان نیروگاه برقی آبی روغون سهمگذار باشند. اکثر جوانان به خوبی در یاد دارند که وقتی شما ابراز داشتید ما خودمان نیروگاه برقی آبی روغون را می‌سازیم برای جامعه تاجیکستان و بیرون از آن غیر امکان می‌نمود. اگر از یک طرف مشکلات اقتصادی باشد، از جانب دیگر فشارهای داخلی و بین المللی کار شما را در این سمت مشکل می‌نمود. اما روغون را اراده قوی و شکست ناپذیری شما، آبروی و منزلت، معامله و مناسبت انسان دوستانه و باوری و اعتماد مردم به هر گفتار و رفتار و کردارتان بنیاد نمود. شاید همان لحظه بسیاری‌ها درک کرده نمی‌توانستند که در سرگاه این ایده ملی شخصیت تاریخی با نام امامعلی رحمان ایستاده است که سالهای اول استقلالی چون روح و جان حتی این ملت را از پراکنده شوی و کشور و استقلالیت آن را از نیست شوی نجات داده است. از این رو هر فرد ملت به سخنش اعتماد دارد و هر دستور و دعوتش برابر بر رسالت و مسئولیت ملی است. شما با یک دعوت خود توانستید که علیرغم همه مشکلات موجوده دو اگریگات آن را به کار درآورده
خانه مردم را از نور روغن گرم و روشن نمایید. مورد استفاده قرار گرفتن دو اگریگات این نیروگاه اراده سازنده و بنیادکار شما و در مجموع ملت تاجیک را برای جهانیان به نمایش گذاشت. خوشبختانه همه آن جوانانی که امروزها در این میدان ننگ و ناموس کار و فعالیت دارند همه روزه دست گرم و دل نیت نیک به کار حاضر می شوند و بهر ساختمان روغن با شوق و هوس بی اندازه کار و فعالیت می کنند. جوانان قوی پیکر تاجیک امروزها در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن به خاطر هر چیز زودتر انجام دادن کارهای ساختمانی و چراغان نمودن وطن عزیزمان از تمام نیروهای عقلی و دانش‌های تکنیکی استفاده می‌برند. شعاری برای ما جوانان پیشنهاد نموده شما پیشوای ملت تاجیکستان با پیش که اولین مراتبه ضمن افتتاح اگریگات اول از زبان شما صدا داد، امروز شعاری هر جوانی با ننگ و ناموس این دیار است. محترم پیشوای ملت، مطمئن باشید که ما جوانان سازنده روغن اقدام سازنده شما را همه جانبه دستگیری نموده این کاخ نور را در مهلت‌های معین شده بنیاد می‌نماییم. از توجهتان سپاسگزارم. این شعار من در پیش‌دادی اگریگات دوم با وجود در قسمتی پایان اگریگات یکم دانی دوم از اول سیاست ما سیاست بی‌غرضانه و درست بود. حاضر تمام دنیا سیاست جهانی توجه با انرژی سبز تبدیل شده است. یعنی سیاست ما نادرست نبوده است. برعکس این نه اینکه روغن هم وضع اکولوژی هم با سبب گرمشوی اقلیم با کلی منطقه با جهان بسیار وای است. ما جای ششم قرار داریم از لحاظ انرژی استحصال انرژی سبز و اقتصاد سبز. بعد این روغن جای چهارم میبریم. حاضر همه توجه به تاجیکستان است. پیش پول میکافتیم. حاضر مبلغ خودشون میگن. ما تیار. پیش زید بدن. حاضر برعکس. کسا هزار. انشاءالله با استفاده میتیم. تاجیکستان از یک کشور بومبست سربسته با یک کشوری ترانزیتی تبدیل بیاید. برای صورت ساختمان را خوب کردن در کار تیزان نمونده کار که اگریگات های باقی مانده را به استفاده تیم. سلامت باشید. تشکر. محترم پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، من نعمت‌الله خالق افسر گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان میباشم. ما سربازان و افسران جوان همیشه از سخنرانی‌های شما نیروی تازه میگیریم. توانمندی خود را دوچند احساس میکنیم و از ملاقات امروزه باز هم روح بلند شده جواباً به دستگیری و غمخوری‌های شما در حفظ مادر وطن سهم خود را میگذاریم. امنیت دولت و شرف و ناموس وطنداری را حمایت می‌نماییم. هدایت‌های شما را در باب وطنداری، خودشناسی، آموزش زبان‌ها و صیقل دادن مهارت حربی، هوشیاری سیاسی، آماده باشی جنگی در عمل تطبیق نموده تمام دانش و تجربه امان را برای حفظ ارزشمندترین دستاوردهای خلق تاجیک، استقلال دولتی، صلح و ثبات و امنیت دولت و جامعه سفربر می‌سازیم. قابل ذکر است که سهم جوانان در حفظ مادر وطن بلند برداشتن قدرت مدافعوی کشور شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء و تامهای قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای حربی صادقانه خدمت می‌کنند. واقعاً هم امروز قسم اساسی خدمتچیان حربی و مقامات حفظ حقوق را جوانان تشکیل می‌دهند. ما سربازان و افسران جوان افتخارمندیم که تاجیکستان محبوب وطن ماست و آب و خاک این وطن، این سرزمین بهشت‌آسا رادمردان، شخصیت‌های مشهور تاریخی را به کمال رسانیده به جهانیان معرفی کرده است. شما پیشوای معظم ملت با جسارت و مردانگی، صلح آفری و دولت سازی، بنیادگذاری و تشبس‌های جهانی نمونه عبرت برای ما جوانان هستید. محترم سرفرمانده عالی،
ما جوانان از آن سرفرازیم که شما به قوه و نیروی ما باوری دارید. در شرایط مرکب و زود تغییر یابنده منطقه و جهان ما جوانمردانی با آر و ناموس همچون سپر همیشه با شما هستیم و تا نفس آخرین به هر ذره خاک این سرزمین به سوگند حربی خود صادق میمانیم. ثروت افزون، سلاح فراوان و لشکر صفشکن ما اتحاد و یگانگی و راهبر و راهنمای وطندار و خلق پرور، زحمتکش، پیشوای واقعا هم پیشبین و پیشبر می باشد. ما افسران در نزد مادر وطن رسالت بزرگ جوانمردی و قرض فرزندی را با آماده باشی بلند جنگی به جا آورده، استقلال دولتی را که رمز پایداری دولت، هستی ملت و شرف و اعتبار تاجیکستان محبوبمان می باشد بر عوض جانمان باشد هم حفظ می نماییم. با ما تا بود صلح در روزگار سخنهای فردوسی باشد شعار. همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. تشکر به دقتتان. کجا را کار کرده؟ محترم پیشوای ملت، برنامه مکمل کورس افسران جوان را در مرکز تیاری کادرها و تعلیمات حربی گواردی ملی ختم کرده 6 سال است که در گواردی ملی ادای خدمت کرده ایستادم. موفق شما. جوان هستی باز کن. ناسید. سلام. گواردی ملی قریبی تمام افسران دو معلومات عالی نظامی دارند. بله. دو اکثر از حاضر متخصصان با تیار کرده مانده کار باشد. خانه جوان است. زبانهای خارجی را هم دانستند. تکمیل دانست. سلامت باش. موفق باش. محترم پیشوای معظم ملت، من اسمانزاده یاسومن، اعضای فعال تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت، غالب آزمون بین المللی تلویزیونی آدمانی جالب از روی نمود حساب اریتمتیک منتالی و گیرنده استیپندیای رئیس شهر دوشنبه می باشم. باعث افتخار و فرهمندی است که ما جوانان خوش اقبال وطن از برکت سیاست معارف پرورانه شما پیشوای معظم ملت با دانش و مهارت خود در دلخواه آزمون و المپیادهای فنی منطقوی و بین المللی اشتراک نموده کشور عزیزمان را در عرصه بین المللی شایسته معرفی نموده ایستاده‌ایم. در برابر اشتراک در آزمون‌های گوناگون ذهنی و معرفتی سهم گذاشتن در کارهای جمعیتی خیرخواهانه را نیز برای آینده درخشان خود مهم شمارم. از این رو طول 4 سال است که من به حیث ولنتیار تشکیلات پیروان پیشوای ملت فعالیت می‌نمایم. چی خیلی شما قید نمودید، ولنتیاری فعالیت خیرخواهانه بوده خصلت‌های نیکی انسانی را در ما تربیت می‌نماید و برای انجام دادن کارهای خیری جمعیتی و سازندگی و بنیادکاری‌ها هدایت می‌سازد. ما ولنتیاران، اعضایان تشکیلات پیروان پیشوای ملت، فعالیت خویش را بیشتر در سمت تطبیق درست و ثمرناک سیاست دولتی جوانان، ترغیب عقیده‌های انسان دوستی و عدالت پروری، ترغیب طرز حیاتی سالم، اشتراک در کارهای سازندگی و بنیادکاری، روانه ساخته با راه تشکیل کردن اکسیه‌های عمومی جمهوریوی و تازه و آزاده نگاه داشتن جایهای جمعیتی، تشکیل کارهای پروفیلاکتیکی میان نورسان و جوانان، خاصه جوانان از گروه‌های آسیب پذیر، تشکیل کردن چاره‌بینی‌های اطلاعاتی و معرفتی در مقاومت‌ناکی به بیماری‌های مخصوصاً خطرناک، جهت فعالگردانی و شهروندسازی اهالی به ورزش، ترغیب رشد ساحه سیاحی، اشتراک نمودن همچون راهبلد در تشکیل سیاحت‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های به آن علاقه‌مند و عمل‌های دیگر خیرخواهانه روانه نموده‌ایم. محترم پیشوای ملت، با سرفرازی و افتخارمندی اظهار می‌نماییم که در ادامه هدایت‌های همیشگی شما فعالیت ولنتیاری خود را سربلندانه ادامه داده با دل پر از آینده درخشان تاجیکستان عزیز و نسل آینده سازی آن حیات خود را راه مانده ایستاده‌ایم.
شخصیت ما جوانان چنان خواهد بود که از وطندوستی و حس بلند افتخار ملی داشتن ایدئال اصلی ما جوانان یعنی پیشوای محبوب و جوانپرور ملت منشأ میگیرد. من و تمام والنتیران باوری کامل داریم که پیروان پیشوای ملت بودن نمونه عالی تشکل انسانی کامل و وطندوستی می باشد. از توجهتان سپاسگزارم. موفقیت شما دکتران. ناز کنید. کوشش کنید که با سزاوار استیپندی پرزیدنت هم شوید. سلام علیکم. سلام علیکم. پیشوای ملت امام علی رحمان. من فیلینا اولگا هستم. دانشگاه تربیت جسمانی را بود کردم یتیمی که میخواستم که ماگیستراتور را داخل شوم. نتونستی؟ برای چی؟ چی نرسید؟ شرایط؟ نه. یاردم کنیم. صداق نداشت. رفتن نامنویس کن فهمید؟ رفت پیشش. این کس مشاور من همش پیشنهاد کن گفزن و اکی دیده میبریم. گردیش دوستان عزیز یک مسئله من در سخنرانی خودم تاکید نکردم. شاید این موضوع کمتر بود لیکن با فکرم که جای وی است. امسال در عموما اوضاع در جامعه جهانی بسیار متشنج است. هم از لحاظ سیاسی نارامی و هم از لحاظ تغییریابی اقلیم، خشکسالی، کمابی و پنگشتن کسری کووید پاندمیا. در بسیار منطقه‌های دنیا استحصال محصولات پایان رفته ایستاده است. مثلا محصولات کشاورزی. من در نظر دارم مواد غذایی. نرخ‌ها در بازارهای جهانی بی‌نهایت بلند شدند. امروز من همین شب و روزها در 20 دولت دنیا گرسنگی سر زده است. یکی از معاونان منشی سازمان ملل متحد دایر به مواد غذایی در یکی از سخنرانی‌هایی که یک چند ماه پیشتر ابراز داشتند تاکید کردند که سال 2021 سال بسیار در تاریخ انسانیت وزمین‌ترین از لحاظ تأمین مواد غذایی میشه. یعنی سال مرگ‌آور. البته ما همین احساس کرده ایستادیم چون که در کشور ما سال گذشته کمابی بود، خشکسالی بود. امسال هم عیناً همین چیز واقعا رخ داده ایستاده است. بارشات در کوه گرچند یکی وای بود، ذخیره آب کم است. در ماه‌های آخر که کم بارشی شد در بعض قسمت‌ها سبزیش علف‌های طبیعی نه آنقدر خوب است. از این لحاظ چیکار کردن در کار؟ ما مثل سال گذشته ترسیدم ما در کار نیست. من چند مرتبه در برآمدهای خودم گفتم. اولا چیکار کردم ما در کار که ما همین یک سال پسی سر کنیم. سالی وزمین است. با اسرافکاری راه دادن ما در کار نیست. هیچی یگان گپ مر نمی شود. چرا بینی داریم معرکه داریم میگذرانیم. باید کم مصرف باشد. سرخراجات کردن در کار نیست. هیچ کس هم میلیاردر نمیشه. دیگر چی؟ مقصد دایر به پیش رای خراجات زیادتی مواد غذایی نان را گرفتن. دیگر چی؟ در وقتی که مواد غذایی زیاد است نرخ ارزان می شود در فصل مثلا تابستان ذخیره کردن به فصل تیرماه و زمستان. یعنی اقلا یک سال مواد غذایی داشته باشیم. مثلا در دوره زمستان و تیرماه. ببینید سال گذشته تاکید کردیم امسال کمی در وقت آخر کمی کارتوشکا و دیگر مردم که حالی هم دارد ذخیره یگان مشکلی نکشیده. هم مبلغشان صرف شد. هم سرسان و سرگردان نشدند. هم محتاجی نکشیدند. یعنی استفاده بر زمین‌های نزدیاولگی، زمین‌های پرزیدنتی، اونایی در نظر دارم در دیهات زندگی میکنن، از شهر نوایی مملکت که هستین، حتی در شهر نیست. چورابینی میکنیم، معرکه میکنیم، دیگر میکنیم کم خرج باشه. احتیاط کردم مونده کار.
برای همین این مسئله در جاها با مردم کار کرده مانده کار با میگم یکم چی بایمون نمیشه یکم جو کم نمیشه یک سال من همین دوره دیگه تا مای ایونی سال آینده بسیار احتیاطکارانه کار کنیم صرفه‌کار باشیم صرفه‌کارانه و البته در وقتی ارزانی در فصل تیرما در دوره تیاری با تیرما و زمستان مواد غذایی ذخیره کرده مانده کار این مسئله دیگر مسئله که تاکید کردم جوانا شما جوانا هستین جشن کی خورسندی را کی بیشتر وای میکند جوانا توی معرکه میکنیم توی کی وای میکنند توی کی خورسندی وای میکنند جوانا خیلی کمپیره کن میشنند مسابقه کن میشنند خیلی داغ چونا میکنن میرون جوانا خورسندی میکنن کو خورسندی توی عروس و دامادو برای کیه برای جوانا بیشتر همطور نه یعنی ما مقدسترین جشن دولتمان این استقلالیت است و مخصوصا امسال 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری است 1001 چهاربینی گذراندن ممکن از پایتخت سر کردن در محل زیستتان در میکرورایانی که زندگی میکنین در باغ‌ها پاراواتی وقت‌های بیکاری روزهای استراحتی هم چهاربینی‌های ورزشی کمیته جوانان هم چهاربینی‌های فرهنگی هم دایر با 1001 با هم آزمون‌های هر کله گذراندن ممکن صدها آزمون‌های و گذراندن ممکن شایبکارایی هست که هوسمند میکنن با همین راه حس ملی مردم را بیدار کرده مانده کن حس وطن دوستی وطن پرستی مردم را بیدار کرده ما زیر پرچم دولت صاحب استقلال خود ملت را باید متحد کنیم باز هم متحد کنیم ما یراق هسته‌ای نداریم ما کوشش نمیکنیم که صاحب یراق هسته‌ای شویم یراق هسته‌ای ما این در سرجامه ملت وحدت ملی است برای همینم در دیهای دوردسترین در ناحیه‌های دوردسترین از باغچه سر کرده مکتب سر کرده حتما همین شب و روزها باید کار جوشه چهاربینی گذراندن مانده کن شب نشین گذراندن مانده کن چه محفل‌های هر گونه محفل‌های یا شعر یا کتاب خواندن گرچند این چیزها یک است آزمون‌های هر گونه آزمون‌ها گذراندن ممکن توانه بینی با میگم که 1001 اولا که خودتون زیبایی نمیشه شکرانه کنیم که هستیم ما جوانان اکثریت زمان استقلال هستیم چرا خورسندی نکنیم برای چی؟ وطن دولتی ما شما برای همین این با یک فرمان تنها یک روزی نهم نه هر روز من سپارش دادم مریض هر روز هر وقتی که بگانی بعد کار ساعتی 5 از کار بیشتر میبرین تا ساعتی 8 آزی افتام نمیپرند 6 5 6 7 8 3 ساعت 1 ساعت داشتن میگیرین 2 ساعتی دیگر میتونه یک چهار بینی آمدی خیلی نه از خوابت میبرند ما قصر و کشکای کلان هم نداشته باشیم تازگی آزادگی زیبایی پرستی این فرهنگی ما شما هست از قرنهای دور خودی با میگویم تکرار شود نوروز خودش جشن فرهنگی است زیبایی پرستی است تازگی است آزادگی است از خانه و در دیگر تازه میکن یعنی خانه ما با تازه و آزاده تر باشه خب ببینید آمدگی آدم ها باید تازگی ده اهمیت بیدید رحمت بگوید یک پایتخت نیه تمام گوشه های دوردستی تاجیکستان ما انشاءات های کلان این وظیفه دولت حکومت شایب کار تشبس کرده ایستادن ما هزارها مراتبه مینداری بیان میکنیم با کردن آماده کار در یک جای که تاجیکستان میشود آباد آن چیزی که قوت و قدرت توانایی ما هست تا وقتی که هستیم شاید شما ادامه میدید شما
برای همین من بسیار میخواستم راستی که من میبینم باز میگردم بازم این خیلی افسوس نیه من میگردم شهر کوچه های تام کوچه و دیگر جا رئیس شهر بردن نشان میدم که اینجای پاوراتو فقط یک کوچه های پروتکلی نیه باید تمامی باید باشد بعد مردم با 30 سالگی خانه و دری خودش درست کنند سفینه دیواری خودش ساز کنند با ترتیب دارد در پایتخت زندگی میکند پایتخت چی است مرکزی ماموری دولت آینه دولت و ملت هر مهمانی که خارجی میبید از یک فرودگاه یا از راه آهن یا که با واسطه نقلات نگاه میکنه پایتخت ببینن خلاصه خودش چگونه ملت است چی تاریخ و تمدن و فرهنگ و دیگر است همه چی داریم همه چیزی که در ما است بسیار دولت‌های دنیا یک ندارن 10% وای ندارن برای همین من دایم برآمد دادم میگن که تاجیکستان برحق بیشتر روی زمین است که یک تاش گپ زند یک آبی تاجیکستان دنیا را بسنده است آب جنگ‌ها بین دولت‌ها برای آب است میلیون‌ها هر سال کودک‌ها از دنیا میگذرن به آبی یعنی از ما شما وابستگی دارد چگونه مردم قطعی ما تشبسکار میشویم مردم این خلق ما خلقی خوب است آنچه که گفتیم اویلای کم بیزاید یتیمان معیوبان کلان سالان کجا که رفتیم بعد از همه مهم زبان پاکیزه زبان معاشرت زبان تاجیکی زبان فارسی چقدر زبان شعر است زبان شعر شاعری است اما افتخار میکنه تاریخ تمدن بسیار قدیمه دارد از این افتخار باید که باید این احترام ایمی نگاه داشته مانده کار که بیالایش نشود سخنهای کبیر را از الفاظ گرفته مانده کار همه چی از عائله سر میشه از عائله وقتی عائله کودک ببیند پدر و مادر در عائله چی معاشرت است کودک قبیله میگیرد اینا تقبیر کنید یک گپی بد زن کودکی باید قبیله میگیرد ماینا تازه است تیز میگیرد بدم میگیرد نیکا میگیرد خوبش نیکش خوبتر است وقتی بینید کم مانده است برای آبادانی از پایتخت سر کرده در دیهات در محله مردم قطعی هنرمندی کوشش کنید یک دیگر جوانان دستگیری کنید بینید که یک جوانی که هنر ندارد اینقدر مرکزهای بازآموزی است برای برادر بیا اینجا خان یا دوگانه بیا اینجا در اینجا یک ماه وای میکنی میشه استاد دوزنده اینا میگیری معاش اینا زندگیت پیش میره اینا بیا هنر یاد گیر یعنی دستگیری کردن نخندیم اونایی که ندارد هنر همین خیلی است همه عالم نمیشود اگر در مکتب تحصیل کرده باشه من گفتم که هر خیلی زینا است همه اعلا نمیخواند همه اعلا چی نمیشود همه عالم نمیشود دانشمند نمیشود دیگر میشود یک کس مکانیزاتور راننده دیگر دیخان این هم دیخانی هم کسب است هر کس باغ کرده نمیتواند هر کس سبزوات کرده نمیتواند این هم کسب است هنر است دیخانی برعکس چی که میتوانیم باید یاردم کنیم که یک کس یک کار باید هنر کسب و هنری داشته باشد که زندگیش پیش برد فقط با کمک و دستگیری محتاج چی میگن یاری بشر دوستانه یاری خیریوی نشد همون مردم ما شما است یا همسایه‌مان است یا خیش تبارمان است ورق زنیم اگر ما تاجیکان ریشه همه ما جمع شویم یک ریشه میبریم دیگر وقتی زیادتون در این روز گرفتم بعضا مثلا گرچه روزی در عرفه روزی جشن شما قرار داریم روز 23 روزی یک شنبه است من بعضا کمبودیایی که در جامعه است ابراز داشتم کمبودی را ما پنهان کرده ما در کار نیست برعکس آشکار کرده کوشش کنیم که کمبودی‌ها کمتر شود در جامعه کمتر باشد برطرف کرده ما در کار آن تحلیلایی که من میکنم مقایسه میکنم از زمان دور نمیریم مثلا 5 سال پیش از زمین تا آسمان فرق میکند آداب اخلاق رفتار کردار مناسبت رابطه
جوانان مخصوصا در حالتهای وضعیت دشوار. این پاندمی کووید نشان داد چگونه ملت متحد شد، چگونه طبیبا را دستگیری کردند، چگونه در همبستگی یکدیگر داوری بودند، حلیم بودند، معامله خوب داشتند، با صبر و تحمل بودند. همین است دولت داره، دولت وای کردن. همین ما در وطن ما متحد باشیم، همه کار کبودی برطرف میشه. کار نوشتگی در دنیا نیست، فقط ذوق داشتن ما در کار. صدقاً وطن ما دوست داریم، صدقاً زبان قطعی نیست، صدقاً با قلبمون دوست داریم. سرخیزیم کارهای زندگی اولیوی، بعد یک فکر کنیم برای وطن دولتم چیکار کردم، چیکار کردم میتونم من نمیتوانیش نه هم چیکار میکنم من برای پیشرفت و ترقیات دولت چه خدمت کرده میتوانم. از سبب خطر تهدید که سالهای 90 بود، اون چیزی که به سر ملت ما آمد، خطر پراکنده شوی ملت تاجیک و از بین رفتن دولت جوان تاجیکان بود. ما این را پس سر کردیم. اکنون قدم به قدم همون شاهستان‌های دولت صاحب استقلال را گذاشتیم. اینا مستحکم کردن اومد کار. شاخه‌های حکومت مستحکم کنیم. با یاد بیارین کدام میوه سال 90 اول چی را پایمال کردن؟ کنستیتوسیا، قانون‌های عمل کننده همه زیر پاش. یعنی تامین در جامعه، تامین ولایت قانون، جنایتکاری از بین می‌رود. مردم آزادانه کار و فعالیتش می‌کنند. هر کس چیزی که ذوق و هنر و ویش است عملی کردنش در کار آزادانه که زندگیش بهتر کنه، خوبتر کنه. با امیدیش کشیدن در کار نیست. کوشش کنیم که اگر کمک کرده نمیتوانیم، کوشش کنیم که زیانمان نرسه. بار دیگر تبریک به شما، سلامتی، موفقیت برای کار.